قصه شب. میگویند همه چیز تازه‌اش خوب است جز دوست. که یکی بود یکی نبود. پیرزنی بود که هیچ کس و کاری نداشت و تنها زندگی میکرد. یک روز صبح زود صدایی شنید و با شنیدن صدا از خواب پرید. به این طرف و آن طرف خانه‌اش سرک کشید تا ببیند چه خبر است. ناگهان در یکی از اتاقهایش با مردی روبرو شد که فرش قیمتی کرمانی را لوله کرده و روی دوشش گرفته بود و داشت از خانه بیرون میرفت. فهمید که دزد به خانه‌اش زده است. پیرزن چوبی برداشت و به پای دزد زد. دزد که بی هوا چوب خورده بود تلو تلو خورد و فرش را به زمین انداخت. اما وقتی فهمید فقط با یک پیرزن طرف است، شیر شد و دوباره فرش لوله شده را از روی زمین برداشت و راه افتاد. پیرزن دید که حریف دزد قلچماق نیست. داد و فریادش بلند شد و با گفتن آی دزد آی دزد همسایه ها را خبر کرد. خودش که توان تعقیب دزد را نداشت اما انتظار داشت که همسایه ها کاری بکنند. همسایه ها یکی یکی از خانه بیرون آمدند و با راهنمایی پیرزن دنبال دزد دویدند. دزد با فرشی که بر دوش داشت می‌دوید و همسایه ها هم به دنبالش. اما هرچه بیشتر می‌دویدند به دزد نمی‌رسیدند. دزد یک لحظه سر جای خودش ایستاد. همسایه ها هم با فاصله‌ای که داشتند ایستادند. فرصتی به دستشان آمده بود که نفسی تازه کنند. بر سر دزد بریزند و فرش پیرزن تنها را از چنگش درآورند. دزد با صدای بلند به همسایه ها گفت دنبالم ندوید که به من نخواهید رسید. یکی از همسایه ها گفت نکند فکر میکنی که قهرمان دویدن هستی و ما همه دست و پا چلفتی؟ دزد گفت نه من قهرمان دو هستم نه شما دست و پا چلفتی، اما من برای خودم میدوم و شما برای دیگران. در نتیجه من انرژی بیشتری برای دویدن دارم، چون میخواهم هر طور شده فرش را برای خودم نگه دارم. اما شما نه مالتان دزدیده شده نه به خاطر پس گرفتن آن تلاش میکنید و نه اگر مرا رها کنید چیزی را از دست میدهید. یکی از همسایه ها گفت حالا میبینی و دنبال دزد دوید. اما دزد پیش از تمام شدن حرف او راه افتاد و دوان دوان رفت. همسایه ها هرچه می دویدند به دزد نمی رسیدند. پیرزن مال باخته که دلش شور می زد سلانه سلانه از نردبان بالا رفت و خودش را به پشت بام رساند تا ببیند چه خبر است و آیا همسایه ها دزد را دستگیر کردند یا نه. از همان بالا دید که همه دنبال دزد می دوند، اما با او فاصله زیادی دارند. با خودش گفت ای دل غافل، دیدی چه بلایی به سرم آمد؟ با این تعقیب و گریزها هیچ کدام به دزد نابکار نمی رسند. جوانی کجایی که یادت بخیر. اگر جوان بودم به همه می فهماندم که چطوری دزد را دنبال می کنند و می گیرند. پیرزن توی این فکرها بود که دید دزد از کوچه پس کوچه های محلهشان بیرون آمد و یک راست رفت توی خیابان. یک طرف خانه پیرزن توی کوچه محله بود، یک طرفش هم دیوار به دیوار خیابان. پیرزن خودش را به لبه پشت بامی که کنار خیابان بود رساند تا اوضاع را بهتر زیر نظر داشته باشد. دزد همچنان که میدوید و همسایه ها هم به دنبالش به کنار خانه پیرزن رسید. پیرزن اصلا نفهمید چه کار می کند. ناگهان احساس کرد که زور و قدرت 10 جوان به دست و پاهایش دمیده شده. از همان بالای پشت بام آماده شد تا به روی دزد بپرد. دزد که به زیر دیوارش رسید، پیرزن بسم اللهی گفت و از پشت بام خودش را به روی دزد انداخت. تعادل دزد از دست رفت و نقش زمین شد. فرش لوله شده از دستش رفت و روی کف پیاده رو ولو شد. پیرزن با دستهای ناتوانش مشغول کتک زدن دزد نابکار شد.
چند لحظه بعد همسایه ها سر رسیدند و به کمک پیرزن شتافتند. 3-4 نفری دست و پای دزد را گرفتند و او را کت بسته به کلانتری بردند. پیرزن فرش را جمع کرد، اما آنقدر توان نداشت که آن را چند تا کوچه به دوش بکشد تا به خانه‌اش برساند. یکی از نوجوانهای محله به دادش رسید. وقتی دزد را به کلانتری بردند، هر کسی سعی می‌کرد بگوید که خودش دزد را دستگیر کرده است. در آن میان یکی از همسایه‌ها به حرف آمد و گفت: واقعیت این است که ما هیچ کداممان به دزد نمی‌رسیدیم. اگر خود پیرزن صاحب مال به دادمان نمی‌رسید، حالا دزد رفته بود پی کارش. ما هم دست از پا دراز به خانه‌هامون برگشته بودیم. از آن به بعد وقتی بخواهند که بگویند بدون انگیزه کافی به جایی نمی‌رسی، این مثل را به زبان می‌آورند. شبتون خوش و خدا نگهدار.